سلام بچه، اومدیم با حل یه مثال از راهبرد رسم شکل. خب گفته 1/3 دانش آموزان کلاسی فوتبال. خب ببینید بچه، من الان یه مستطیل براتون میکشم که ما اینو مثلا روی شکل نشون بدیم. مستطیل هم تقسیم بندیش راحته. این مستطیل ما گفته 1/3 دانش آموزان کلاسی فوتبال. پس من میام این مستطیلمو گفته 1/3، یعنی من باید شکلمو به 3 قسمت مساوی تقسیم کنم و یک قسمتشو رنگ کنم، یعنی اون یک قسمت چی هن؟ فوتبال هن. پس این قسمت بچه فوتبال. بریم ادامه. و 1/4 بقیه. بچه دقت کنید، بقیه دانش آموزان آن کلاس تنیس. ببینید بچه ها، 1/4 بقیه یعنی ما به این قسمت دیگه کاری نداریم، به این قسمت کار داریم. این قسمتی که باقی مونده بقیهش. خب گفته چی؟ 1/4 بقیه دانش آموزان تنیس، یعنی ما بعد این قسمت رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم، یکیشون تنیس بازی میکنن. خب من میام افقی میکنم که با این تقسیمم عمودیم قاطی نشه. 1 2 3. ببینید بچه ها، همونطور که افقی تقسیم کردیم افقی هم باید رنگ کنیم دیگه، چون این 1/4، این 1/4، این 1/4، اینم 1/4 جمع میشه 4/4. خب میگه چی؟ 1/4 یعنی یک قسمتش تنیس بازی میکنن. این قسمت من براتون، این قسمت بچه ها تنیس بازی میکنن. من براتون مینویسم تنیس. حالا سایر دانش آموزان، یعنی این قسمت رو میگه که تعدادشان 12 نفر است، مشغول مطالعه. این کلاس چند دانش آموز دارن؟ ببینید بچه ها، الان این قسمتی که باقی موند گفته سایر دانش آموزان، یعنی این قسمت که تعدادشان 12 نفر دارن مطالعه میکنن. ما الان اینجا چند قسمت داریم؟ 1 2 3 4 5 6 قسمت مساوی، تعدادشون 12 نفره. یعنی من میام 12 رو تقسیم بر 6 میکنم. چرا؟ چون من 6 قسمت مساوی نیست. چرا؟ پس هر کدوم یه مقدار مساوی دارن. پس من میام 12 رو تقسیم بر 6 میکنم، میشه 2. پس هر کدومشون 2. 2 نفرن تو هر کدومشون. حالا میگه چی؟ گفته این کلاس چند دانش آموزه، یعنی کل مستطیل ما. خب ما اول برای اینکه بگیم باید اول تقسیم بندیامون رو ادامه بدیم. من تقسیم بندیامو ادامه میدم. ما میدونیم هر یک از این قسمت ها 2 نفرن دیگه، توش 2 نفر هست. پس من مینویسم توش 2 2. خب کل کلاس میبینیم این مستطیلایی که توش 2 هست چند تا داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 تا داریم که هر کدوم هم، یعنی 12 تا این قسمت ها داریم که تو هر کدومشون 2 تاست. 2 نفرن. میشه چی؟ میشه 24 نفرن. پس این کلاس 24 نفر دانش آموز دارد. به همین سادگی